همینطور دوستان عزیز، اشرف موتی با لباسای کبوت است از کشور مراکش و شادمان رضایف با جداگی سفید از تاجیکستان با هم دست به گریبان بشوند. شادمان چون هر وقت در همه رقابت‌هایش کوشش میکند که در میدان رقم اول باشد و چست و چالاکانه خود را نشان دهد و این نوبت هم یک حرکت زیبای شادمان بود که میخواست حریف را پرتاب کند. حریف شادمان رضایف اشرف موتی در قهرمانی جهان خوب نادرست داشتن از آستینی رقیب با شادمان رضایف اینجا آگاهی دادن بشد. باید این موقعیت را با اون نگذارد شادمان. انا همین گونه موقعیت برای پهلوان ما خیلی خطرناک است. از پشت از میان بند داشتن برای دلخواه پهلوان موفق می شود. حریف شادمان رضایف 7 مرتبه در قهرمانی جهان حضور پیدا کرده است میان جوانان، نورسان و کلانسالان، یعنی تجربه دیده همین گونه قهرمانی های جهان است. اما پهلوان ما باشد پهلوان جوان است و حضور خود را با آهستگی در مسابقات مختلف نشان می‌دهد. این هم محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی منتخب جودوی تاجیکستان است که با شادمان رضایف توصیه می‌دهد که چگونه باید روش آزمایی را برداشت بگیرد. پهلوان 20 ساله ما هم با آهستگی چون گفتیم هنر و مهارت خود را در مسابقات مختلف نشان می‌دهد. قهرمان آسیا و اقیانوسیه در سال 2021 است شادمان رضایف و همزمان 2 نشانی نقره قهرمانی آسیا را دارد در میان کلانسالان در سال 2022 و این حرکتی شادمان بود. در مجموع 7 مرتبه شادمان در مسابقه‌های مختلف در سطح جهان شرکت نموده است. 3 مرتبه در گرند اسلم ها و 2 نشانی طلا، 2 نقره و 1 برنجی دارد و امروز هم میتواند که در قطار بهترین های جهان میان کلانسالان یک هنر و مهارت ارزنده خود را نشان دهد. خوب باید هر چه زودتر این حریف را شکست بدهد وگرنه اگر کار به به مرحله های طلایی رود پهلوان ما خسته هم می شود. اینجا حرکتی پهلوان ما و ضربه واگذاری خواهد شد زیرا حرکتی شادمان واقعا هم قابل قبول بود. اما یک اصول خیلی معمول و دوست داشته دارد شادمان که از گشتین ملی آن را گمانم بسیارتر آموخته است. بسیار حالت کوشش میکند که با همین روش حریف را شکست بدهد و اینجا ببینید چگونه حرکتش زیبا بود و برایش امتیاز وزری را تامین کرد. خب تا این دقیقه ها پهلوان ما هنرش ارزنده است و او امکان برآمدن به دور سوم را دارد که آنجا سعید مولایی انتظار همین جفت است. خب این موقعیت برای پهلوان ما دشوار است. باید از کمربند از پشت اجازت ندهد که حریف او را دارد. متاسفانه این حالت برای پهلوان ما خیلی خطرناک شد چون ما گفتیم این حالت را باید شادمان نگذارد که حریف با کار برد. از پشت از میان بند داشتن و موقعیت خوب را اشغال کردن خیلی خطرناک بود. اینجا باشد که این ایپان برداشته شود. خب نه، همینطور پهلوان کشور مراکش حریف سعید مولایی میگردد و شادمان رضایف باشد از مرحله دوم شکست میخورد. Tatami 1, next contest, second round, women under 63 kg, in boys judo game, representing Great Britain, Lucy Rashford.
In blue judo representing Algeria, Amina Belkadi.